سلام، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم با یه ویدیو ولی چالش برانگیز. چرا کیمیا؟ سلام. برای اینکه قراره من و تومی دهنامون رو پر آب کنیم و این ویدیو رو همراه شما نگاه کنیم. هر کی تونست خودش رو نگه داره و نخنده. بله. خب بریم. منتظرتون نمیذاریم. خودتون میدونین دیگه باید چیکار کنین. خب ویدیو اول آب بخوریم، ویدیو اولو پلی کنیم. دهنتون پر کن قشنگ. تشنم بود. من خیلی آب پر کردم. بیچاره. بیچاره. وای بدبخت. لگت دادش صورته. خوب بود. خب آب بخور بریم. آب رفت تو چشم. بیچاره رو دیدی؟ آقا عروسی دعوت میکنین مپ اونجا هم بهش بدین که یارو بدون از کجا باید بره بیرون. مهو زدن و قضیه اوکش. آب داری تو دهنه؟ خب Yine kaldım bir başına, kim elinden tutacak? خود چیکار کن؟ یه دفعه فکر کردم. خب اوکی آب بخور بریم ویدیوی بعدی. نه من بریم. چرا آب برداشت؟ ویدیو تموم شد. بریم تو رو خدا بیا کامنت ها اینو بخونیم. اینی که خوندین صده فکر کنم آرایشگاه نزدیک کارخونه آرد بوده. این عروس اسرار یخبندانه. چرا این شکل کرده خودشو؟
میگه ایران تنها کشوریه که کامنت خوندن از خود ویدیو لذت بخشه. واقعا راست میگه. اینو راست میگه. چرا با خودتون این کار کردین؟ نوشته هزینه این میکاپ صرف امور خیریه. اون یکی که نوشته بود بچه‌ها الکی چیز نکنین، ما فقط باید مسخره کنیم. مسخره کردن هم داره دیگه. دوستمون شبیه السا بود تو این کردن کارتون توی فروزن. هم آرد درش آوردن. کارتون فروزن بود، بله. دختر شبیه السا نبود. چی کار کردیم با بچه مردم؟ نکنید بچه‌ها ولی تو خیلی خندیدی تو موج. من فکر کنم من خیلی بخندم. بابا چی کار کنن؟ نیدی یارو چی کارا میکرد؟ شد. ویدیو رفتی از کجا پیدا کردی همه ویدیو رو؟ زارت و زورت همدیگه رو میزدن. خب خیلی خوش گذشت در کنار شما. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.